باد جوی مولیان آید همی، بوی یار مهربان آید همی، ریگ آموی درشتی های او زیر پایم پرنیان آید همی. ای بخارا شاد باش و شاد زی، میر زی تو میهمان آید همی. میر ماه است و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی. میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همی. مهربان آید همی، رگم درشتی رای پرنیان آید همی، زیر پایم پرنیان آید همی. آبی جیهون از نشاطی رویدست، خنگ مرا تا میان آید همی، ای بخارا شاد باش دیرزی، میر نزدت شادمان آید همی، میر نزدت شادمان آید همی. میر ماه است بخار آسمان، ماه سوی آسمان آید همی، میر سرو است بخارا بستان، سر سوی بستان آید همی، آفرین مقصود آید همی، گر به گنج اندر زیان آید همی، یاد یاری مهربان آید همی.
به یکایک شما نابغگان و فرهیختگان و بزرگان مغرب و مشرق، به مهمانان مبارک حضور و صاحب خانگان مسرور، به همه شما رودکی شناسان و رودکی اساسان درود میگوییم. روح مکرم و شعر معظم آدم و شعرا رودکی به ما و شما بزرگترین جایزه داده است که امشب با عزیزان هم خون و هم تمدن و هم دل و هم آرمان و هم سلول و هم سلاله شب وصل آراسته باشیم و سفرهای مبارک با هم کنیم به 12 قرن پیشتر، به روزگار خجسته استاد رودکی و به 12 قرن بعدتر، به روزگار انسانهای فردا که خدا خواهد چون ما و شما با زبان استاد رودکی حرف میزنند و با شعر استاد رودکی اثبات هستی میکنند، ما صحبت یکدیگر گزینیم، در محفل همدیگر نشینیم، یاران همه پیشتر نشینید تا چهره همدیگر ببینیم. ما را ز درون موافقت هاست تا پی نبریم که ما همینیم، از خانه و باغ راه داریم، همسایه سرو و یاسمینیم. اگرچند این حروف را به ما و شما مولانا میگوید، اما منادی اولین باز هم استاد رودکی است که ندا می کند هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. حالا که همین شادی فوق الحد برای ما و شما میسر شد، در این خرم باغ گلجوش بیایید با هم نسیم مولیان را شمیم و با هم آن باد را که از بخارا می آید، هر بادی عیسوی دم و مسیح مقدم را که از جانب ایران و هند، از جانب آلمان و پاریس و روس می وزد و از جانب دوست می وزد و با هم شنویم و گوش دهیم به نغمات اولین هزار دستان شعر عجم، به نغمه‌ای که امروز و همیشه مبتدای شعر، مبتدای عشق، مبتدای همه میراج‌های ملت ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند و این یکاد بخوانید و در فراز کنید. عرض ادب و احترام و سلام حضور دانشمندان، اندیشه ورزان و میزبانان و میهمانان این جمع شریف. امشب روح رودکی بر این جلسه حاکم هست، در اینجا حضور دارد. امیدوارم درخت دوستی که با پیام وصل رودکی بزرگ رویش خود را از 1150 سال پیش از این آغاز کرده، ریشه های عمیق آن در سراسر گیتی گسترده شده، هر روز میوه های شیرین تر بدهد، در سایه و خنکای آن انسان ها زندگی کنند، از معنویت و نور و روشنی برخاسته از این تعالیم که دنیای امروز و بشریت امروز به آن سخت نیازمند است همگان بهره ببرند و ما با این آیین‌ها، با این جشن‌ها، با این شادمانی‌ها نشان دهیم که ملتی هستیم، مردمانی هستیم که بیش از 1200 سال سابقه شعر گفتن، سخن منظوم گفتن داریم. این نشان بزرگی مردمانی است که در بنای تمدن جهان سهم شایسته داشته‌اند و
این سهم رو باید در اداره امروزین جهان نیز داشته باشند. موفق و سربلند و پیروز باشید. جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. من یک پیشکش و یادگار آوردم برای استاد سلیموف. این فرش دستباف تبریز هست که در جایی که کمال خجندی شما رو در اونجا ما به امانت نگه داشته ایم به حضور شما تقدیم میکنم. سما و باده گلگون و لوبتان چما، اگر فرشته ببیند در افتد در چاه. نظر چگونه بدوزم که بهر دیدن دوست ز خاک من همه نرگس دمد به جای گیاه. کسی که آگهی از ذوق عشق جانان یافت، ز خویش حیف بود گردمی بود آگاه. وقتی انوری بیوردی میگوید یارم توی در عالم، یار دیگر ندارم. تا در تنم بود جان، دل از تو بر ندارم. دل بر ندارم از تو، از دل سخن نگویم. از دل سخن چی گویم؟ از وی خبر ندارم. ما و شما خیال میکنیم که یک نفر معاصر ما و همروزگار ما چشم به چشم ما قرار دارد و برای همین بزرگی زبان، برای همین پایندگی و بیگزندی زبان، ما و شما همیشه از شعر معظم استاد رودکی و از وارثان او سپاسگزار و وامدار هستیم، زیرا اغلب ملت‌های دیگر زبان یادگاره های 600 ساله و 700 ساله خود را در پژوهشگاه ها سالیان طولانی می آموزند، زیرا آن زبان از بین رفته و زبان تازه و جدید جایگزین آن شده است. ولی سعادت بزرگ ماست که امروز و انشاءالله فرداهای دیگر نفرهای تازه‌ای که پیام می‌آورند بشارت استاد رودکی را مستقیم می‌شنوند. دلا تا کی همه جای من را چه داری دوست هرزه دشمن را؟ آمد بری من کی یا کی وقتی سحر ترسنده کی زی خسمش کی پدر روی به محراب نهادن چه سود، دل به بخارا و بتان تراس. زمانه پند آزادوار داد مرا، زمانه را چون نکو بنگری همه پند است. تا درگه او یابی مگذر بدری کس، زیرا که حرام است تیمم بلبیم. من موی خیش نزان می کنم سیاه، تا باز نوجوان شوم و نو کنم گناه. همچو دریاست وزنک کاره، کشته احساس تا بدان گذره. الهی الهی از خودم بستان و گم کن، به نوری پاک بر من اشتلم کن. نیست شگفتی که رودکی با چنین جای خیره شود بیروان و ماند حیران. نامت شنوم دل زی فرح زنده شود، حالی من از اقبال تو فرخنده شود. در جستن آن نگار پرکینه و جنگ، گشتیم سراپای جهان با دل تنگ. گر بر سر نفس خود امیری مردی،
بر کور و کرر نکته نگیری مردی. این طرفه که دوستر زی جانت دارم، با آنکه زی 100,000 دشمن بتری. عشق را گر پیامبری، لیکن حسن را آفریدگار تویی. این جهان را نگر به چشم خیرت، نه بدان چشم کاندر نگری. عیسی بره دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سری انگشت. گل صدبرگ سرخ و عنبر و سیب، یاسمین سفید و مرد بزیب، این همه یک سره تمام شده است پیش تو ای بوتی ملوک فلیب. و حجاب اندرون شود خورشید گر تو برداری از دو لاله حجاب. آن زنخدان و سیب ماند راست اگر از مشک خال دارد سیب. روزی در محفل نشسته بودیم و سخن از بینایی و نابینایی استاد رودکی می رفت. باید گویم که شعر استاد رودکی بیشتر از همه دیدنی است، شعر مصور است، بعداً شنیدنی، بعداً شمیدنی، چشیدنی. و در آن محفل چند نفر دوستان عرض میکردند که استاد رودکی نابینای مادرزاد بود و حضرت جامی این را تصدیق کرده بود. و حتی ابو منصور دقیقی هم که همروزگار و همعصر استاد رودکی است، استاد را تیر چشم روشنبین نامیده بود. و چون نوبت و بنده آمد عرض کردم که یک سیب باعث کشف چندین قانون‌های طبیعت گردیده است و یک خال سرخ سیب قانون بینایی ازلی استاد رودکی را میتواند انتشار کند. کدام خال سرخ سیب ندا کرد نفره و ما همگان گفتیم که در حالی که ما هنوز نمیدانیم که سیب خال سرخ کوچک دارد، یعنی که از وجود همین نقطه سرخ، از همین خال مشکین هنوز بیخبریم. مثل آن که مولانا میگوید چشم باز و گوش باز و این انا حیرتم از چشم بندی خدا. پس صلاح نیست که ما و شما راجع به بینایی و نابینایی استاد رودکی حرف زنیم، زیرا که او همین کوچکترین خال سیب را میبیند و اگر در حال نابینای مادرزاد بودنش هم از وجود همین خال سرخ سیب آگاه داشت، پس صلاح این است که او از بی‌بصری ما و شما اندیشد، نه ما از بی‌بصری او. همین بود خلاصه محفل ما. از قسمت رودکی کسی آگاه است کو شاد ضمیری حکمت الله است، زیرا به حساب ابجد اهل هنر هر لحظه 1150 است. شعری که سروده است شاعر سر وقت ثبت است چو نقش سنگ در خاطر وقت، ورنه به 1000 ساره خاطره ها نه وقت رسد زنده بود نه شاعر وقت. ای کاش که راز رودکی را یابم، ای کاش که راز رودکی را یابم، یک زمزمه ساز رودکی را یابم. هرگز نکنم شکایت از پیری خیش گر عمری دراز رودکی را یابم. تشکر. زلف انبری
سنخش کنم برگی یاسمین تو را ای برگی یاسمین و با سنخش کنم برگی یاسمین تو را ای برگی یاسمین که تو یک ره در آن قدم بینی هر آن زمین که تو یک ره در آن قدم بینی هزار سجده برم خاکی آن زمین تو رای خاکی آن زمین هزار سجده برم خاکی آن زمین تو رای خاکی آن زمین گریفت خواهم زلفینی عنبرینی تو رای زلفی عنبرین هزار سجده برم بر سخای نامه دوست هزار سجده برم بر سخای نامه دوست اگر ببینم در نقش نگینی تو را نگین با بوسه نقش کنم برگی یاسمین تو را ای برگی یاسمین با بوسه نقش کنم برگی یاسمین تو را ای برگی یاسمین گفته مردم که شعر باید گفت زبان من بروی گوید آفرینی تو را نگین و بوسه نقش کنم برگی یاسمین تو را ای برگی یاسمین و بوسه نقش کنم برگی یاسمین تو را ای برگی یاسمین گریفت خواهم زلفین عنبرین تو را ای زلفی عنبرین و بوسه نقش کنم برگی یاسمین تو را ای برگی یاسمین و بوسه نقش کنم برگی یاسمین تو را ای برگی یاسمین زهی فزوده جمال تو زیب و آرارا فزوده سنبولی زلفی تو مشکی سارارا قسم به آن دل آهن خورم که از سختی نهاده است بسی تر سنگ خارا را من از تو هیچ مروت طمع نمی دارم که کس ندید از این سنگین دلان مدارا را هزار بار خدا را شفیع بیارم ولی چه سود که تو نشنوی خدا را چرودکی به غلامی اگر قبول کنی
به بندگی نپذیرد هزار دارا را. کاری که جاده کشای اولین انجام می دهد خیلی بزرگتر از قهرمانی است. استاد رودکی از کی تأثیر پذیرفته است و چه زادی راهی داشت، چه توشه راهی داشت؟ توشه راه استاد رودکی قبل از همه کلام شریف و احادیث نبوی، آثار پهلوی، اوستا و ارژنگ، آثار فرهنگ و تمدن یونان و چین، آثار هند و همچنین اشعار شاعرای عرب بود. ولی سعادت آن را هم دارد که درباره استاد رودکی گوییم که از یگان شاعر فارسی گو تأثیر و تأثیر نبرداشته است. زیرا آنسان که استاد محمد حسین شهریار میگوید اولین بار او ره بکشاد کش نپیدا کران و پایان بود. دیگران پیروان رودکی‌اند، نتوانند رودکی سان بود. تمام پساوندان بی نظیر استاد رودکی از شعر او، از وجود او، از این گوهر فیضبار تأثیر و سود برداشتند و بزرگترین تأثیر را حافظ لسان الغیب برداشته است که چون شعر رودکی را میخوانیم و چون شعر حافظ را پیوند منور جرقه میزند. این را محققان هم تصدیق میکنند. وقتی استاد رودکی میگوید به دور لاله به کف برنهاده به زیغال، زیغال یعنی قدح است، و حافظ میگوید به دور لاله قدح گیر و بریا میباش. یا رودکی میگوید خوبان همه سپاهند تو شاه خوبان، و حضرت حافظ میگوید ای شاه من و شاه سپاهی همه خوبان، خوبان همه شاهند تو شاه همه خوبان. آدم شعرا ندا می کند پیر فرتود گشته بودم سخت، دولتی او مرا بکرد جوان. و حافظ بزرگ در پاسخ می گوید هرچند پیر و خسته دل و ناتوان شدم، هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم. و آن غزل فوق که از رودکی خواندیم زهی فزود جمال تو زیب و آرا را به تتبع و استقبال این غزل حضرت حافظ بزرگترین غزل پیام آورده است که صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. اگر گوییم که حافظ این غزل را رودکیانه سروده است یه حرف عادی و معمولی است، و اگر گوییم که آدم و شعرا رودکی غزل خود زهی فزود جمال تو زیب و آرا را حافظانه سروده است، شاید اندک حرف نامکرر خواهد بود. زیرا استاد رودکی هنوز در ابتدای جاده قرار داشت و با آنکه در سرحد مبتدا بود تا قله های بلند شعر میراج کرد و غزل گفت حافظانه، غزل های گفت مولویانه. از بایزید بسطامی میپرسند که شنیدم که تو یکی از 7 مردانی، او در جواب میگوید که من 7 مردانم همه. یعنی وقتی استاد رودکی را میگوییم تمام ادبیات چند هزار ساله ما پیش نظر است. Leila
رهگذری باد چراغی که تو راست، ترسم که بمیرد از فراغی که تو راست. بوی جگری سوخته آفاق گرفت، گر نشنیدی سیه دماغی که تو راست. بعضا خیال میکنم که به نام ما و شما هزار هزار نامه های سعادت، مکتوب سلامتی، نامه های ارشاد، خط برات آمده است، ولی ما آن نامه ها را کمتر باز میکنیم و در غفلت عظیم به سر میبریم. من مهمانان همایون حضور و صاحب خانگان را در نظر ندارم، من تمام جامعه را در نظر دارم که چقدر ما از این سعادت لامتناهی خود را بی نصیب میگیریم، زیرا که این اکسیرنامه های محبت را در طاقهای فراموشی نهاده ایم و کمتر میکشاییم. و کاش ما اشعار استاد رودکی را، اشعار مولانای بلخ را، اشعار شیخ سعدی و حافظ لسان الغیب و شیخ کمال را چون نامه های محبت، چون نامه های ارشاد باز میکردیم و روح خود را لذت لامتناهی میبخشیدیم. و من یک کتاب استاد رودکی را باز میکنم چون مکتوب محبت و در یک صحیفه اش میبینم گل صدبرگ، در صحیفه دیگر گل یاسمن، در ورق دیگر گل سوسن، گل لاله، گل نیلوفر، گل زنبق، گل مینا و تمام گلهای دیگر، گلهایی که 1200 سال زنده و شاداب مفرح و منبر آمدند. تمام گلهایی که در مکتوب ها و در نامه های دیگر هستند شاید کیها خزان شدند، اما این گلها نکهت ازلی خود را، معصومیت خود را، رایحه و عنبر خود را همیشه حفظ کردند. و این گلنامه های استاد رودکی تقدیم به ما و شماست یاران عزیز. ای از گل سرخ رنگ بربوده و بو، رنگ از پی رخ ربوده بو از پی مو، گل رنگ شود چو روی شوی همه جو، مشکین گردد چو مو فشانی همه کو. نظر چگونه بدوزم که بحر دیدنی دوست، زی خاکی من همه نرگیس دمد و جای گیاه. خواهم زلفین عنبرین تو را و بوسه نقش کنم برگ یاسمین تو را، بر آن زمین که یک ره دو قدم بنهی، هزار سجده برم خاک آن زمین تو را. با پاکی گویی اندر جام مانندی گلاه بستی، با خوشی گویی اندر دیده بی خواب خوابستی. چمن عقل را خزانی اگر گلشن عشق را بهار توی، عشق را گر پیامبرم لیکن حسن را آفریدگار توی. گل دیگر ره به گلستان آمد، باره باغ بستان آمد، بار آذر گذشت و شعله آن، شعله لاله را زمان آمد. به حق نالم ز هجر دوست زارا، سحرگاهان چو بر گلبن هزارا، قضا گرداد من نستاند از تو، زی سوز دل بسوزانم قضا را. بخندد لاله بر صحرا بسانی چهره لیلا، بگیرید ابر بر گردون بسانی دیده مجنون، زی آب جوی هر ساعت همه بوی گلاب آید، در شسته است پنداری نگاری من روحی گلگون. کافور همچو گل چکد از دوش شاخسار، زیبق چو آب بر جهد از ناف آبدان. زر خواهی و ترنج
اینک این دو رخی من می خواهی و گلی نرگیز از آن دروغ جوی. زلفت دیدم سر از چمان پیچیده و در گل سرخ ارغوان پیچیده، در هر بند هزار دل در بندش، در هر پیچ هزار جان پیچیده. هر بار که از سوی بخارا به من آید، با بوی گل و مشک و نسیمی سمن آید، بر هر زن و هر مرد کجا بروزد آن باد، گویی مگر آن باد همه از خوتن آید. استاد رودکی از راه صنم پرستی تا صمد آمد. در آغاز شعر او بتکده را می ماند با بوتی تاتار، با بوتی فرخار، با بوتی چین، با بوتی کشمیر، با بوتی هندو، بوتی تیراز، بوتی آذر. محققان میگویند که اسمهای سلما، ایار، سهیل اسمهای انسانهای واقعی هستند که استاد رودکی را الهام و انگیزه بخشیده اند. وقتی سخن از شعر مغرب می رود، همیشه شعر مغرب را برهنه می بینیم و شعر مشرق را صد قبا و صد حجاب. وقتی می گوییم شعر گوته یا شعر بایرون یا شعر الکساندر پوشکین و محبت نامه های آنها را مطالعه می کنیم، به خود می پنداریم که عشق این نفران بزرگ به این بانوی مشخص است یا به آن بانوی دیگر. اما وقتی در مورد شعر شرق، در مورد شعر استاد رودکی، حضرت حافظ یا مولانا خیال میکنیم، حتما سؤال دیگر پیش میگذاریم: عشق رودکی عشق زمینی است یا عشق عرفانی؟ محبت زمینی است یا محبت برینی؟ روزگار بعد مرگ الکساندر بلاک، شاعر بزرگ روس، همسرش لوباف مندلییوا محقق را به دادگاه به دعوا کشیده بود به این جرم که گویا یک سلسله محبت نامه های الکساندر بلاک اصلا هدیه و ارمغان به نام همسرش هستند، ولی این محقق آنها را به نفر دیگر، به خانم دیگر منسوب می داند و کارمندان دادگاه 5 ماه تمام آثار بلاک را می آموزند و روز مرافعه آشکار می شود که آن نامه های عشق واقعا اهدایی به خانم دیگر بوده است. ولی کارمندان دادگاه به همسر شاعر عرض سپاس می کنند برای این محبت، برای این سعادت و قرابتی که 5 ماه تمام همراه اشعار بلاک زندگانی کرده باشند. ولی شعر فارسی بسیار خوشبخت است، خیلی سعادتمند است از آن که محبوب و معبود یگانه را دارد، از آن که یک دلبند را دارد، قبله و معبود یگانه را دارد و یک نفری هست، یک عزیزی هست که سزاوار همه دوست داشتن ها، سزاوار برتر از تمام ستایش ها، برتر از تمام پندارهای نیکی ماست. و استاد رودکی هم از عشق بتان زلف چوگان و از عشق غالیه بویان و عنبرمویان یکی خود را میبرد تا آن نفر یکتا، تا آن عزیزی بی همتا که به او میگوید ای ناله پیری خانه‌خواه از غم تو، ای گریه طفل بیگناه از غم تو، فریاد خروس صبحگاه از غم تو، آه از غم تو هزار آه از غم تو. استاد رودکی شاعر است با روح بزرگی بشری و با روح عالی ملی. وقتی او میگوید بوی جوی مولیان آید همه، یا دیار مهربان آید همه، ما شاعری را میبینیم با آرمانهای بزرگی ملی. و وقتی استاد رودکی میگوید چون تیغ به دست داری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموش.
یکی ما را روح مولویانه فرا میگیرد، یکی استاد رودکی پهناورتر، گسترده‌تر، بزرگتر می شود با آرمان‌های بزرگی بشری که به همه مردم مشرق و مغرب خطاب می کند که باید زیست و باید زندگی را احتیاط کرد و باید محبت ازلی را به آفریدگار و هر صنعی دلپذیر او حفظ نمود. چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت، نزدیکی خداوند بدی نیست فراموشت. چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت، نزدیکی خداوند بدی نیست فراموشت. این تیغ نه از بحر ستمگاران کردم، این تیغ نه از بحر ستمگاران کردم، انگور نه از بحر نبی دست به چرخشت. چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت. فتاده حیران شد بگیری قدم دون سری انگشت. گفتا که کی را کشتی تا کشته شدی زار، گفتا که کی را کشتی تا کشته شدی زار. تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت. مکن رنج بدر کفتنی کس، انگشت مکن رنج بدر کفتنی کس. تا کس نکند رنج بدر کفتند مشت. چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت. نزدیکی خداوند بدی نیست فراموشت. نزدیکی خداوند بدی نیست فراموشت. دلا تا کی همی جویی منی را، چی داری دوست هرزه دشمنی را. چرا جویی وفا از بی وفایی، چی کوبی بیهوده سر داهنی را. الا سوسن بناگوشی که داری برشکی خیشتن هر سوسنی را. یکی زین برزنی ناراه برزن، یکی زین برزنی ناراه برشو که در آتش نسازی برزنی را. ببخشا ماه من بر من ببخشا، مکش در عشق خیره چون منی را. بیا اینک نگه کن رودکی را،
اگر بی جان روان خواهی تنی را. از عاشق پرسیدند که می خواهی به دیدار محبوبت رسی؟ پاسخ داد که نه. چون سبب خواستند گفت چشمان من هنوز شایستگی آن را ندارد که دیدار جمیل یار را بیند. وقتی استاد دانشور رئیس دانشگاه خوجند ناصر جان سلیمов از بنده خواهش کردند که زمامدار این محفل باشم و راجع به استاد رودکی حرفهای گویم به هزار دلیل نپذیرفتم، زیرا حال من حال همان عاشق را می ماند که لیاقت دیدار یار را ندارد. و در برابر این بزرگان و این فرهیختگان، در برابر رودکی شناسانی که تمام عمر با موج خروشان دریای استاد رودکی در آمیختند، یک ساحل نشینی دریا ندیده چه حرفی میتواند گوید؟ گفتیم حافظ بزرگوار که قله شعر فارسی است، بیشتر از تمام شعرای دیگر، بیشتر از همه نابغگان دیگر تأثیرات برداشته بود و از شاعران امروز کسی که با آدم و شعرا رودکی قرابت و خویشی و پیوند مستقیم دارد استاد لایق است. و این محبت او و این ارتباط جاویدان او و این پیوند مستقیم او نه از روی جغرافیا، نه از روی آب و گل است، بلکه از روی جان و دل است، از روی روح و روان است، از روی شباهت های باطنی که استاد لایق با آدم و شعرا رودکی داشت، از روی سبک و شیوه و ضربانش است، از روی تپش های دلش است. استاد لایق میگوید که تا کی بویم از همه دور ای برادران، گوری کنیم تا دم گور ای برادران. این هم پاسخ به حرف استاد رودکی است که میگوید گوری کنیم و باده خوریم و بویم شاد. بر عشق توام، بر عشق توام نه صبر پیداست نه دین، برای توام نه عقل برجاست نه دیل نه دیل. این غم که مراست که قاف است نه غم نه غم، این دل که تو راست سنگ خاراست نه دل نه دل. جان قربان شما عزیزم.
سرسری هجری تو ای سروی بلند رشی عمری من از بیخ بکن سرسری هجری تو ای سروی بلند رشی عمری من از بیخ بکن پس چرا بستیم همه عمر اگر آن زلفی دوتا نیست کمن پس چرا بستیم همه عمر اگر آن زلفی دوتا نیست کمن یکی جان نتوان کرد سال کز لبین لالی تو یک بوس بچن بیفکند آتشم در دلی هست آنچه هجرانی تو از سینه فکن بیفکند آتشم در دلی هست آنچه هجرانی تو از سینه فکن سرسری هجری تو ای سروی بلند رشی عمری من از بیخ بکن ریشه عمری من از بیخ بکن ریشه عمری من از بیخ بکن شاد زی با سیاه چشمان شاد که جهان نیست جز فسانه و باد زامده شادمان بباید زیست و از گذشته نکرد باید یاد من و آن جد موی خالی بوی من و آن ماه روی حور نژاد باد و ابر است این جهان افسوس باده پیشار هرچی بادا باد شاد بوده است در جهان هرگیز هیچ کس تا از او تو باشی شاد داد دیده است در جهان هرگیز هیچ فرزانه تا تو بینی داد استاد رودکی اولین شعر عرفانی را در ادبیات فارسی سروده است در اول استاد شاید باده های معمولی را در پیشتاق شعرش می نهاد و دیرگاه این باده ها در طاقهای شعر او جایگزین بودند می هست و ایرم هست و بوتی لاله رخی هست غم نیست اگر هست نصیبی دل اعداست میگوید استاد رودکی ولی با گذشت تقویم و با گردش ایام یکی آن می که گفتیم آن می معمولی و آن باده عادی آن شرابی که در هر شعرش می ستود و می سرود یکی به شراب عشق لایزالی تبدیل یافت وگرنه استاد ندا نمی کرد زان می که گر سیریش که زود در چکد به نیل 100 سال مست گردد از بوی او نهنگ هرگز از شراب معمولی مست نمی شد یعنی شراب عشق جاویدان به شعر استاد رودکی تاثیر کرد و به دل استاد آنچنان تأثیر گذاشت که او این حروف را برای ما و شما موزون نمود وقتی ما شعر استاد رودکی را میخوانیم دلمان در عشق فرو می رود دل کسی در عشق آسمانی دل کسی در عشق زمینی و شاید اشتباه بزرگ هم باشد که
محققان میان عشق عرفانی و عشق انسانی و معمولی خیلی سرحد و فاصله ها میگذارند، زیرا سرانجام عشقی که به ایزید داریم، عشقی که به خود آفریدگار داریم و عشقی که به هر صنع او و آفریده او داریم، عشقی که به هر مورچه داریم، عشقی که به هر درخت، به هر ستاره، به هر گیاه داریم، سرانجام یک عشق بزرگ خواهد شد و روح ما را پالایش خواهد داد، دل ما را میراج خواهد بخشید. و استاد رودکی هم از عشقهای معمولی یکی می رود تا عشق بزرگ و ندا می کند. کسی که آگاهی از ذوق عشق جانان یافت، ز خویش حیف بود گرده می بود آگاه. یا می گوید جز آن که مستی عشق است هیچ مستی نیست، همین بلات بس است ای به هر بلا خرسند. اگر مولانا در یک زمان بیمار باشد و همزمان طبیب باشد، اگر همزمان نادار باشد و هم دارا، یا حافظ لسان الغیب هم در همزمان شکوه هم کند و شکایت هم نماید و گوید که زانیار دلنوازم شکر است با شکایت، اگر شیخ کمال در یک وقت مغرور باشد و همزمان متواضع، یا شیخ سعدی هم درویش باشد هم پادشاه، اما استاد رودکی مرحله به مرحله دیگر می شود، مرحله به مرحله بزرگتر می گردد. یعنی یک مرحله او شکوه می کند، مرحله دیگر به استغنا می رسد، زیرا که حاجات را پیش او می برد. آرزوها که مردمان خواهند من دو خواهم، حدیث شد جمله عافیت خواهم از خدای جهان، به نیازی ز مردم سفله. اون کس که شعر داند که در جهان صاحب قران شاعری استاد رودکی است. چقدر ما ایرانی ها مسرور شدیم از این جشن برپایی این شب شعر در کنار سیهون. شهر تو خجند و شهر من اصفهان، من دور و تو دور و دور بودن به چه سان. ای بخت شود که آن و این تک گردد، ایران من و خجند تو یک گردد. ایران من ای سرای جاوید، ای خاک تو توتیای خورشید، ای پاک تبار آبرومند، والا و گهر و خجست پیوند. آنان که به گریت نشاندند، چون اشک تو را ز دیده راندند. هر جا که یکی ترانه باشد، از ساز تو نغمه می تراشد. ایران من ای چراغ گیتی، ای سوسن و سرو باغ گیتی، در رزم غروب و بزم خورشید، در باغ امید و راغ نومید، در گلشن فکرت و معانی، والاتر و برتر از تو دانی. افروخت یال دیگری نیست، افراشته تر صنوبری نیست. استاد چند واژه محبوب دارد، چند واژه دلپسند، چند واژه بسیار نازپرور که از این شعر به آن شعرش انتقال می شود، مثل بیزی، زیهی یا زی. خیال می کنم که اگر دیوان استاد رودکی را در دست می داشتیم، حتما این دیوان با واژه بیزی زیهی آغاز می شد. زیهی فزوده جمالی تو زیب و آرا را، فزوده سنبول زوفی تو مشک سارا را. و شاید دیوان استاد رودکی با همین واژه بیزی انجام هم میپذیرفت
جز این دعا نگویم که رودکی گفته 1000 سال بیزی 100,000 سال بیزی. یعنی این مراجعت استاد رودکی به همه ما و شماست، به امروزیان، به فرداییان، به تمام فارسان و پساوندانش. مخاطب استاد رودکی زبان تاجیکی و فارسی ماست، فرهنگ و تمدن ماست که نامه تمدید زندگانی را از استاد رودکی و پساوندان بزرگش گرفته ایم. یعنی استاد به یکایک ما و شما مراجعت می کند و می گوید بیزی ای دوست، زیهی ای دوست. و من آرزو می کنم که همیشه شما زنده و پاینده باشید و قاصد امروز و فرداهای آینده باشید. غزل خان آمدم چون از ازل، فردا چی میگویم؟ نهایت میشوم چون با غزل، فردا چی میگویم؟ بزرگان آنچنان دادی سخن دادند بی امثال، مثال کودکم چون در مثل، فردا چی میگویم؟ نشستم بند مهره سطر روانم را، شکستم بند مهره سطر روانم را، ستون بی ستونم را دغل، فردا چی میگویم؟ مگسوار آنچنان پیچیدم بر خانه زنبور، شود کندوی معنی بی اصل، فردا چی میگویم؟ بهارم نامده انواع نوروزی به خان آرم، بیا میزد به هم خوت و حمل، فردا چی میگویم؟ مغول آمد که نام میوه گل ماند و نه معنایش، مغول آمد نه نام میوه گل ماند و نه معنایش، خموش و بی زبان با صد مغل، فردا چی میگویم؟ کنون سجاده بگشایم که پیوندم جدایی را، به سجاده نشینم بی محل، فردا چی میگویم؟ کتابم را گشادم تا ز حافظ فال بگشایم، کتابم را گشادم تا ز حافظ فال بگشایم، پریشان کاغذم شد یک بغل، فردا چی میگویم؟ از کعبه کلیسیا نشینم کردی، آخر در کفر بیقرینم کردی. بعد از 2000 سجده در درگاه دوست، ای عشق چی بیگانه زدینم کردی. شاید این ربایی بازگوی حال شیطان باشد. شیطان همیشه مسرور میگشت. از او پرسیدند که این مفرحی را سبب چیست؟ او پاسخ داد چرا شادی نداشته باشم، زیرا برای من جایزه آمد. لعنت خداوند هم برای من جایزه است، زیرا تا جانان مرا هدف خود قرار داد و خواست تیرش را به سویم روان کند. چقدر دیرگاه بروی من نگریست و همین نگاه او برای من بزرگترین جایزه بود. و شبلی هم میگوید که من به شیطان رشک میبرم، اینقدر رشک میبرم که او چقدر آسان و ارزان شایسته لعنت گردیده است. یعنی در تفسیر یک ربایی استاد رودکی میتوان جلد جلد رساله ها را تالیف کرد. مشوش است دلم از کرشمه سلمان، چنان که خاطری مجنون زیتو ریل عیلاویه یا
مشوش است دلم از کرشمه سلما چنان که خاطری مجنون زدور لیلا شگل شکر دیم درد دیر شود تسکین چطور شروع شوی وارهان از صفرای تو شکر خندانش ای باده بسون بری تو دوری گوش مهره افعال بغنچه تو شکر خنده نش ای باده نرگسی تو آبی جادوی بابل شاد غنچه تو بابی مجزی ایسای صحت گذشت جدایی میان ما ای دوست بیا که بی تو به جان آمدم بیا ای دوست اگر به کشتن من آمدی هلا برخیز اگر به دیدن من آمدی بیا ای دوست ما میخواستیم نام محفل امروزین را جان دوم گذاریم و استناد از این بیت استاد رودکی که میگوید جان دوم را که ندانند خلق مسخره کرد و به جانان بداد. اگر انسان‌های معمولی یک جان داشته باشند بزرگان دو جان دارند و اگر 100 جان هم می داشتند آن 100 جان را بی‌دریغ برای جانان نثار می‌کردند. و با زمین ما می‌خواهیم بگوییم که انسان‌هایی که یک جان دارند برفتن می‌روند و ذکر خیری هم می‌گذارند، اما بزرگان مثل آدم و شعرا رودکی، مثل تمام علمیای ارجمند ما، مثل مولانا و ناصر خسرو و سعدی و حافظ، با جان دوم خود، با جان آگاه، با جان عاشق،
با جان عاریف، با جان چراغان و فروزان خود هزار ساله های دیگر باز هم خواهند زیست و برای نوایندگان درودی تازه خواهند گفت. و اما ما خواستیم نام محفلمان ساده تر باشد و پذیرفتیم عنوان گل سرخ را، جشن گل سرخ که در خراسان و ورارود از آغاز خیلی معمول بود و استاد رودکی قریب در 10 بیت ذکر گل سرخ را می کند. او می گوید که چون گل سرخ از میان پیلگوش، یا می گوید زلفت دیدم سر از چمان پیچیده و در گل سرخ ارغوان پیچیده. گردی گل سرخ اندر خط بکشیدی تا خلق جهان را بفکندی در بخلاخوش. ای از گل سرخ رنگ بربوده و بو، رنگ از پی روح را بوده بو از پی مو. و به همین معنی چندین ابیات دیگر دارد در صفات گل سرخ و تمام گلها که در فوق ذکرشان کردیم. و استاد در بیت گفته است شبی وصلی، شبی قدری وصلت ز فرخندگی فرح بخشتر از فریس نافه است. فریس نافه که معنیش شب نوروز است و معنی لغویش فریس نافه، یعنی در شب نوروز یاران به همدیگر نافه و مشک و عنبر و عطر و خوشبویی دیگر شمیمه های معنبر به هدیه می فرستادند. و این شب برای ما شب قدر است. این شب زیباتر از شب نوروز است. این شب برای ما شب وصل است، شب برات است، زیباترین، برازنده ترین، بدیترین شب دنیاست که دیدار یار را میبینیم. دوستان عزیز را که از ایران خجسته تشریف آوردند، از آلمان، از روسیه، از کشور نازنین هند که استاد رودکی چقدر دوست می داشت و مردم هند واقعا وامدار هستند در پیش محبت استاد رودکی، زیرا استاد گفته بود خاری که به من در خلدن در سفر هند بهتر به هزار در کف من دسته شب بود. یعنی خار کشور هند از شبوی هم پیش استاد مطبوع‌تر است. ما دوستان فرانسه را، همه یاران خجسته مظهر و خجسته محضر را از دوشنبه بسیار بسیار شادباد و مبارکباد میگوییم که با حضورشان این شب و هر شب ما را فروغ میبخشند. و اگر در شب نوروز گفتیم مشک و نافه به هم میفرستادند، ما این شب تصمیم گرفتیم برای همدیگر گل سرخ هدیه کنیم. و گل سرخ نه تنها به همون معنی واقعیش که ما و شما میدانیم، اصلا گل سرخ پشت دیوارهای سینه ماست. گل سرخ این دل ماست، این محبت ماست، این عشق ماست، این مهر گل میناست، یعنی سایه دست الله است در دلهای ما، در گلهای سرخ دلهای ما که ما به هم دیگر اهدا میکنیم. و من از صاحب خانگان عزیز خیلی خواهش میکنم تا به یکایک مهمانان این گل سرخ را با ابیات تازه نشر استاد رودکی، با کتاب نو استاد رودکی که در 5 زبان منتشر شده است، همچنین با ضمیمه، با شیرینی های تاجیکی، با شیرینی های خوجند اهدا دارند. بیا تا قدر هم دیگر بدانیم که تا ناگه زی هم دیگر نمانیم. این بودن ما و شما در این محفل و در محفل دنیا همیشه خجسته باد و باشد که ما و شما همیشه با پیام استاد رودکی، با پیام تمام بزرگان ناب مشربمان، با درود مولانا و شیخ سعدی و شیخ کمال، با درود حافظ لسان الغیب امروز و همیشه را مبارکباد گوییم. و باشد که آیندگان نیز با استفاده از این زبان خلود و پاینده و بردوام و بغروب باز هم به زبان فارسی ما، به زبان تاجیکی ما شکر ناب را به زبان آرند و همیشه حرف شاداب را برای همدیگر تقدیم سازند. این همه شیر لبان افتاده در بند شما،
یعنی از جام بدهی لالی شکر خندی شما از خیرامی دشتر دوای رنای بابا از خیرامی دشتر دوای رنای بابا بند کردن ای شکر را قامتی قندی شما بند کردن ای شکر را قامتی قندی شما کی بود از لطفتم بر آرزوی دل رسد کی بود از لطفتم بر آرزوی دل رسد اینی بیچاره یعنی آرزومندی شما اینی بیچاره یعنی آرزومندی شما آرزومندی شما من به شما خداحافظی نمی کنم بلکه بار دیگر سلام می گویم باشد که خداوند باز هم دیدار عزیز شما را نصیب ما گرداند. سلام ای چشم مروارید بسته